ارتش یکی از مهمترین رکن دولتداری تامین کننده امنیت و سپر با اعتماد هر یک خلق و ملت می باشد. سلام تماشابینان عزتمند، عین حال ما گروه ایجادی در نزد درآمدگاه باغ ایرم قرار داریم و یادرس می شویم که امروز در این باغ چاره‌بینی فرهنگی و فراغتی با اشتراک سربازان شجاع وطن بخشیده بر روز تأسیس یابی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان برگزار می گردد و بیایید ما را همراه باشید. ما از جریان برگزاری این چاره‌بینی به شما معلومات مفصل پیشنهاد میکنیم. ارتش ملی نشان از هستی دولت و ملت بوده. آن همچون رکن مهم در پایداری امنیت و حفظ مرز و بوم همچون سپر با اعتماد فعالیت میبرد. اینک از تأسیس ارتش ملی 32 سال سپری گردید. صبح 23 فوریه بخشیده به این جشن سربازان شجاع وطن در باغ فرهنگی فراغتی ایرم از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه در همبستگی با وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان چاره‌بینی با شکوه فرهنگی فراغتی و تربیت حربی و تندرستی برگزار گردید. در چاره‌بینی مذکور نمایندگان از وزارت مدافع و ناحیه اسماعیل سامانی اشتراک داشتند. باید گفت که در برابر اشتراک مهمانان اینچنین کورسانتان، تربیت گیرندگان، سربازان و خوانندگان فعال مؤسسه‌های تحصیلات عمومی ناحیه اسماعیل سامانی اشتراک داشتند. نامت حلال بادا ای پیشوای ملت، زاندم که سروری تو ملت ندید علت. خوابی شبت پرانده خدمت به خلق کردی، پای برد هر یک انسان بس بینظیر مرد. روز قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان به کل سربازان شجاع وطن مبارک باشد. یک نفس امکان من به تاجیکستان نیست در تن من جان من به تاجیکستان نیست. تاجیکستان نام من، پرورده شیرش کام من، هم نمک هم نان من به تاجیکستان نیست. هموطنان گرامی و سربازای شجاع وطن، شما را با فرارسی 32مین سالگرد تأسیس یابی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان تبریک نموده به هر یکی شما خانه آبادی و سعادتمندی را آرزومندم. ما جوانان قلب بیدار وطن، صف به صف هر روز در کار وطن. ما عوض کردن نمی خواهیم هیچ با گل ملک دیگر خار وطن. روز قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان به تمام هموطنان عزیز مبارک باشد. در واقع ارتش ملی رکن اساسی هر یک دولت و ملت به حساب می رود. هدف از تشکیل این چاره‌بینی با شکوه این به خاطر خوشحالی سربازان شجاع وطن است. مقصد از برگزاری این چاره‌بینی یعنی تربیت نمودن نسل نورس در روحیه وطندوستی، خودشناسی، خودآگاهی ملی جمهوری تاجیکستان می باشد و ما جوانان برای گلگل شکوفایی وطن عزیز خود سهم خویش را می‌گذاریم. در چاره‌بینی امروزه نه تنها سربازان و افسران بلکه همان نسل نورس جوان، تمام ساکنان شهر دوشنبه یعنی اشتراک و سهمگذاری نمودند. باید گفت که مشق‌های حربی وطندوستی از جانب تعلیم گیرندگان و سربازان شجاع وطن پیشنهاد ساکنان و مهمانان این چاره‌بینی گردید که در حقیقت هم در ضمیر آنها مهر و محبت و صداقت به وطن را دوچند گردانید.
و سرفرمانده عالی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان شرف 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 برخیز و خفا گرد شیاری ما سربازان خیلی خوشحال هستند که وطن عزیزمون آرام است و در آسایشتگی این میهن سهم گذارند. از خدمت در صف قواهای مسلح افتخار بلند دارند. امروز نه تنها جشن قواهای مسلح، جشن تمام مردم جمهوری تاجیکستان است. قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان، تمام خدمتچیان حربی، ما شخصا خدمتچیان حربی آماده هستیم که به وطن خود، به سرور خود صافدلانه وظیفه در پیش بده خودمان اجرا کنیم. از فرصت مناسب استفاده برده تمام مردم شرفمند جمهوری تاجیکستان را بخشیده به 32 سالگرد تأسیس یابی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان از صمیم قلب تبریک و تهنیت گفته برایشان برباری ها، کامیابی ها تمنا دارم. بعد ختم دانشگاه طبی از ناحیه تیمورملک به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان شامل شدم. طول 10 ماه می شود که در قسم حربی 06870 ادای خدمت میکنم. در قسم حربی تمام شرایط برای خدمت حربی مهیا است. ما آزادانه میتونیم با مشق‌های حربی را انجام دهیم، مشق‌های ورزشی مشغول شویم. تمام عموما خوراک خوب است، سر و لباس همه برای خدمت حربی موافقت میکنند. شکرانه صلح و ثبات میکنیم، شکرانه استقلالیت میکنیم، شکرانه سرور دولت میکنیم که برای ما سربازان، ما مردان وطن تمام شرایط را در قسم حربی مهیا کردن و ما آزادانه میتونیم خدمت حربی را ادا کنیم. من همچون جوان، همچون سرباز افتخار از آن میکنم که در صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان ادای خدمت میکنم. 32 سالگرد روز ارتش ملی جمهوری تاجیکستان را با همه جوانان مملکت، با همه سربازان و افسران جمهوری تبریک گفته برای همشون خدمت صافدلانه و صادقانه را آرزومندم. دوستان گرامی، ما یک صحبت خوب داریم با دسانتیان بریگاد دسانتی قشون‌های زودعمل وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان. درود میگویم با شما. سلام. خوب خود را معرفی کنید. اولو سلام با تمام بینندگان جمهوری تاجیکستان. من سرجان جان محمد ایوب طولی 1 سال 11 ماه میباشد در قسم حربی دسانتیون هفتم حمله‌آور دیکوی خدمت ادای وطن میکنم و از تمام جوانان جمهوری تاجیکستان خواهش میکنم که با مثل ما دسانتیون آمده ادای خدمت را پیش برند. بهترین و بگویید که امروز خدمت در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان چگونه است؟ امروز خدمت در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان به نهایت در سطح بلند قرار دارد. این آرزوی من از خردسالی بود که من دسانت خدمت کنم و من دسانت من افتخار از آن میکنم که برت کبود در سر مانده عهدهدارم در همه حالت شان و شرف بریگاد دسانتی رو پاس دارم. احسان میگیم با شما سربازان شجاع وطن و فکر میکنم که عین حال برنامه ما رو نزدیکان و پیوندان شما، پدر و مادر شما تماشا کرده ایستادن. چی گفتنی دارید؟ من نه تنها با پدر و مادرم بلکه با تمام مردم جمهوری تاجیکستان از صمیم قلب از نام خودم، از نام همه رفیقان خود 32 سالگرد قوای مسلح جمهوری تاجیکستان را تبریک و مبارکباد گفته با همه آنها گفتنی هستم که در کارهایشان موفقیت و سربلندی را تمنا دارم. سلامت باشد. ما نیز از نام تمام کارمندان مؤسسه دولتی تلویزیون کودکان نورسان بهارستان شما سربازان شجاع وطن را با 32مین سالگرد قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان صمیمانه تبریک و تهنیت میگوییم. خب واقعا هم بینندگان عزتمند هر یک قشون یک شعار خود را دارد و فکر میکنم که دسانتیان بریگاد دسانتی وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان یک شعار مخصوصی خود را دارند و البته این لحظه پیشنهاد شما میگردانیم. مرحمت. شعار ما بارنامه
احسان میگیم به شما. روز قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان مبارک. احسان. در فرجام از جانب شعبه فرهنگ ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه برنامه فرهنگی با اشتراک سرایندگان شناخته کشور پیشنهاد جامعه گردید. یادآور می‌شویم که سربازان همیشه افتخار می‌کنند که تمام هستی خود را به خاطر حفظ وطن عزیزمان سپردند. با اراده قوی در این راه راست ایستادند.